بچه‌ها سلام، حالتون چطوره؟ اومدیم با یه ویدیو جدید. پارت 2 ویدیوی وسایل گربه است، ولی این دفعه خورده وسایل خریدیم که لازم نیست گربه‌تون داشته باشه حتما. توی پارت قبلی وسایلی بودش که حتما شما اگه گربه دارین باید این وسایل رو تهیه کنین، ولی این دفعه گربه‌مون یه خورده قرار سلطنتی بشه. برای همین باباش رفته براش یه سری خریدا کرده که میخوایم بیایم با هم آنباکسش کنیم و الیاس قانعمون کنه که چرا این همه پول خرج کرده. چه برایمان آوردیم مارکو؟ سلام. علیک سلام. سلام. رسیدم به خیر. من امروز تازه رسیدم، همین امروز هم ازم کار کشید. تو الان قانعمون کن که این تو چی هست. من دقیق نمیدونم مثلا چیا خریده، چون خودش رفته سفارش داده و اصلا من ندیدم و نمیدونم چیه دقیقاً. اگه صحبتی داری راجع به این بسته بهمون بگو. بچه‌ها ببینید، من یه مدته که با یه فروشگاه اینترنتی آشنا شدم که شما خبر داری. آره. که 2 خانم و آقا هستن که با هم این فروشگاه رو راه اندازی کردن. خودشون هم یه گربه دارن مثل جولی، دقیقاً شکل جولی، فقط رنگش یکم نارنجیه. آره، همینطوری مثلا پرشین سوپر فلت مثل جولیه، ولی خب رنگش فرق میکنه. بعد خب خیلی خوبه، اینا خیلی خوبن که خودشون تحقیق میکنن در مورد کارهایی که برای گربهشون میکنن و چیزایی که براش میخرن، و همونایی که مثلا با کیفیت و کوالیتی بالا میخرن و همونا رو باز میارن میفروشن. من یه مدت بود که یه سری چیزا میخواستم بگیرم برای جولی، بعد با پیج اینا که آشنا شدم دیدم خب کیفیت کاراشون به نظر میرسه توی پیجشون بالاست. حالا هنوزم باز نکردیم، نمیدونیم واقعا چطوره. اولین خریدمون ازشون، ولی خب الیاس حسابی فنشون شده دیگه. آره، من حسابی دوستشون دارم. چند تا آیتم توی اینه؟ 4 تا فکر کنم. 4 تا. بچه‌ها روال همیشه ویدیومون اینه که قیمتا رو بگیم. الان نمیدونیم توش چیه، فقط بهمون بگو هرچی که خریدی کلش چقدر شده. 6 میلیون خورده ای. 6 میلیون رو من اینجا 6 چیزشو میلیون. دارم، فاکتورشو برام فرستادی، بذار ببینیم چند بوده. 6 میلیون و 7 میلیون بوده. 6 میلیون و 975 هزار تومان. هی از روز دیگه 6 تومن بوده، 7 تومن بگو دیگه. آره. یه سری وسایل مصارف روزانه گربه است، مثلا نمیدونم قطره ها و غذاها و تشویقی ها و این حرفا. البته خب اینایی که ما گرفتیم واقعا لازمه از نظر من. آها، اینو میخوام بگم، اونایی که من تو اون ویدیو قبلی نشون دادم خیلی چیزای بیسیک بود، یعنی اصلا شما نمیشه گربه داشته باشین و اون وسایل رو نداشته باشین. ظرف دستشویی، ظرف آب و غذا و نمیدونم پچ و این داستانا. ولی اینا الیاس میگه که به نظر من خیلی لازمه، ولی به نظر من اینجوریه که خب بالاخره الان جوری تقریبا چند وقت دیگه 1 سالش میشه و ما 1 سال بدون این وسایل سر کردیم دیگه. یعنی چیزی نیستش که شما همون اول که گربه‌تون رو میگیری لازم باشه اینا رو تهیه کنین. چون آخه الان میگی 6 میلیون، یهویی طرف میگه که خب او چقدر هزینه‌اش زیاده. خب نه، حالا من توی ویدیو یکی توضیح میدم که چرا اینها باید باشه و استفاده بشه که خودشون تصمیم بگیرن. خب مثلا یه سری اقلامش هست که لازم نیست، یعنی 100% لازم نیست. شما مثلا با یه چیز ساده تر میتونی سرترش هم بیاری، ولی اگه بخوای مثلا اون پتتون با کیفیت بالاتری زندگی کنه کنارتون، خب باید اینها رو کنارش داشته باشین. چون آخه خیلی وقتی میخوان اون حیوان رو بگیرن، درسته حیوان مسئولیت داره و هزینه داره، هزینه‌اش هم خیلی باله. به عنوان مثال 2 هفته پیش جولی متاسفانه مریض شد و ما فقط 2 نوبت ویزیت و یه مقدار دارویی که گرفتیم نزدیک 700,000 تومان خرجش شد و الان دوباره این هفته باید بره برای چکاپ. ویزیتاشون بالا، تازه هنوز آزمایش و داروهای خیلی خاصی لازم نشده بگیره، چون بیماری پوستی کوچولویی بود که الان هم خدا رو شکر داره رفع میشه، چیزی که ما میبینیم. ولی میخوام بگم که هزینه های پت خب بالاتره. ولی میخوام یه چیزی بگم، تو میگین 7 میلیون هزینه شه، طرف میترسه بره اون حیوان رو بگیره. به نظر من تداخلی نداره. خیلی
حیوانشون حتی ظرف آب و غذای جداگونه نداره، مثلا توی چینیای مامانشون غذا میخوره و آب میخوره. آره. ولی خیلی هم خوشحالن، خیلی هم زندگی خوبی دارن کنار هم دیگه. به خاطر هزینه هاش اون احساس و اون لذتی که داره رو از خودتون نگیریم. من فقط میخوام اول ویدیو اینا حتما تاکید کنم. بریم که اینو باز کنیم و ببینیم توش چیه. خب جولی رو آوردیم همراه با کاتر. من یه توضیح میخوام تا وقتی بدم راجع به بیماری که جولی گرفته، شاید اینم کمک کننده باشه. اگه که دقت کنین این موهای پایین صورت جولی رو زدن به همراه نصفی از سیبیلاش، یعنی اینور سیبیل نداره اینور سیبیل داره. بیماری که جولی گرفت چی بودش؟ توی خب میدونین هرات متاسفانه زلزله‌های شدیدی اومد و ما پس لرزه ها و زمین لرزه ها رو توی مشهد هم به شکل خیلی شدیدی داشتیم و جولی توی یکی از این زلزله ها که ساعت 4 صبح بود خیلی ترسید، چون ما ترسیدیم. در اصل فکر می‌کنم از ترسیدن ما خیلی وحشت زده شد. بعدش فردا صبحش که بلند شدیم دیدم دور دهنش پر خونه و من اول نفهمیدم خونه، چون قهوه‌ای شده بود و من گفتم که خدای چی خورده که مثلا دور دهنش این شکلی شده. الیاس هم نبودش اون موقع. بعد که تمیز کردم اونا رو دیدم که روی لبش یه سری زخمایی وجود داره. خلاصه یه کلینیک رفتیم که کلینیک خود جولی بودش. متاسفانه اونا نتونستن تشخیص بدن و نمیدونم واقعا به بعضی کلینیکا چی میشه گفتش. اشتباه کردیم، مثلا ما از اول هم اشتباه کردیم، پیش اونا میرفتیم و تحقیق کردیم رفتیم یه جای دیگه و دکتر به محض اینکه دید تشخیص داد، گفت بیماری آکنه گرفته و گفت برین این موهاشو بزنین، یعنی خودشون برامون زدن و 2 پماد و یه دونه صابون گرفته. فعلا 2 هفته است داره مصرف میکنه، زخماش کاملا خوب شده. حالا باید ببینیم اون آکنه هاش هم رفته یا نه. ولی کلا آکنه من میخوندم توی گربه ها دلایل زیادی داره که احتمالاً توی گربه ما به خاطر استرس بوده، چون به محض اینکه زلزله اومد و فردا صبحش اینجوری شد، قبلش کاملا حالش خوب بود. حالا الان که خیلی بهتره، ولی خب این مشکل برای ما پیش اومد. حتما حواستون به گربه هاتون باشه. یکی از نشونه هاش اگه به خاطر آلودگی باشه یا دلایل هورمونی باشه، مثل موهای زیرپوستی هستن توی آدما، سیاه میشه مثلا دور دهنش یا یک بخشی از بدنش و یه نوع بیماری پوستیه. اصلا نگران نباشین، به این دکتر حتما. اگر که به محض اینکه اون سیاه ها رو توی ریشه موهاشون دیدین زودتر مراجعه کنین، خب خیلی زودتر گربتون خوب میشه. ولی هرچی گریدش بره بالا درمانش سخت‌تره. مثلا مال جولی گرید 2 بود. گفت تا 4 داره گرید، یعنی مثلا گرید 4 3 به 2 به بعد که باشه باید حتما آنتی بیوتیک مصرف کنه. حالا باید این هفته دوباره بریم چکاپ ببینیم اوکی هست یا نه. ولی اصلا نگران نشین، اگر که این مورد رو دیدین قبل از اینکه به زخم و این داستانا برسه حتما به دکتر مراجعه کنید. آره. خب بریم سراغ اینا. اول از همه یه چیزی بهتون بگم. ببینید مثلا من یکی از چیزایی که خیلی علاقه‌مند شدم بهشون، ببینید چقدر قشنگ پک کردن اینو. ببینید، یعنی میگم فرشون شده، واقعا فرشون شده. تخفیف باید بگیریم از گارفیشو. آره اسپانسرمون هم نیستن، ما فقط حالا به عنوان یه مجموعه کوچیکی که شروع به فعالیت کردن و ما برامون خیلی جالب بود. بچه‌ها چون جولی نزدیک 1 سالگیشه و غذای بعدی که باید بخوره دیگه غذای کیتن نیست، غذای ادالته، یعنی غذای بزرگسال باید بخوره. به خاطر همین ما دیگه می‌خواستیم شروع کنیم غذا بگیریم، غذای ادالت براش بگیریم. گفتیم خب حالا که اینا رو داریم میگیریم از همین فروشگاه گارفیشو، این غذای ادالتش هم از همونا بگیریم. نگاه کنم غذای خشک گربه پرشن بالغ ادالت رویال کنین 1,680,000 تومان. غذای قبلی جولی کاش بیارم. آره جولی قبل از اینم غذایی که میخورد همین رویال کنین بود، پرشین، ولی کیتنش. یه خاصیتی که این پرشین رویال کنین داره اینه که چون مال گربه های مو بلنده یه خاصیت آنتی هیربال کمی هم داره. حالا
در اون حد نیست که شما دیگه بهش چیز ندین، مالت ندین، ولی خب یه خاصیت آنتی هیربال هم داره. این کیتنش، این غذای قبلیشه که این چه قیمت بودش آخرین دفعه که گرفتیم؟ این آخرین دفعه یک که ماه پیش گرفتیم. آره ببینید ما این غذا رو از 900 خورده گرفتیم تا 2 کیلویشو، همین پک 2 کیلویشو از 900 خورده گرفتیم تا آخرین بار 1 و تقریبا 500. ببینید یه چیزی من یه داستانی داشت توی این سایت ها که نگاه میکردم، قیمت از این پایین تر هم بود، از این بالاتر هم بود. 1680 از این بالاتر هم هست، یعنی تو مشهد گرونتر هم دارن میدن. جولی رفت توی این پکی که برامون فرستادن، در ضمن از زمانی که این پک رو فرستادن جولی یک سره کنار داره بو میکنه. فکر کنم چون بوی گارفی رو میده جولی فقط بو میکنه دیگه. خب من چون داشتم ازشون خرید میکردم و اینکه خب حالا یه حس اعتماد و اطمینانی هم برام پیش اومده این مدتی که حالا رها میگه من فنشون شدم، دیگه گفتم غذاشم از همینا بگیرم. این از غذا، این از غذایی که گرفتیم. بعدی چی باشه؟ غذا رو میدونستم و خب دیده بودم توی مثلا پت شاپ، خیلی سورپرایز نشدم. خب یه چیز بیار سورپرایز بشیم، خیلی جالب باشه. خیلی جالب باشه. ببینید این چیه؟ برم توی فاکتورش. این من فاکتورش رو خدایی تا همین الان باز نکرده بودم. 2,750,000 تومان آبخوری هوشمند برند شیائومی برای گربه. آره 2,750,000 تومان، نزدیک 3 میلیون. قیمت پایین‌تر نداشت مدل‌های دیگه مثلا؟ اینجا فقط همین مدلشو داشت. این فروشگاه گارفیشو فقط همین مدل دارن و این مدل هم دارن برای خود گارفی هم استفاده میکنن. حالا این داستانش چیه؟ منم حالا زیاد نباید یه تحقیقی کردم در مورد این آبخوریا. لوازم برقی که مال پت ها هست توی ایران یه باگی داره. اونم اینه که مثلا یه چیزایی مثل این یا حالا لوازم برقی دیگه شون اگر خراب بشه یک روزی، یا اینکه مثلا این فیلترش کثیف بشه، اگه یه مارکی باشه که خب مارک خیلی خوبیه توی ایران، شاید مثلا لوازمش نباشه، یعنی فیلترش کثیف میشه، بعد شما یه دستگاه مثلا 5 میلیونی 10 میلیونی خریدی، بعد دیگه فیلتر نداری بذاری، یعنی باید دستگاه کلا بندازی بیرون. یا اینکه فیلتر سفارش بدی مثلا از دبی برات بیارن یه فیلتر برات 2 میلیون آب میخوره. این داستانش اینه که لوازمش همش توی ایران هست و قیمتش هم حالا نسبت به بقیه آبخوریا قیمت معقولیه. خوب بود یعنی قیمتش؟ آبخوریا چه رنج قیمتی داشت؟ ببین از آبخوریا از همین 2 تومن اینها شروع میشه تا 10-12 تومن هم هست. ولی خب این مدل ببین همه امکاناتو داره دیگه، به وای فای وصل میشه، به گوشیت وصل میشه. جدی میگی؟ آره. نوتیفیکیشن میاد رو گوشیت وقتی اگه آبش تموم بشه یا فیلترش کثیف بشه. بعد حالا چرا این بچه‌ها اصلا چرا آبخوری اینجوری اتومات و آبخوری این شکلی چرا لازمه برای گربه؟ ببینید ما مثلا قبلا یه ظرف آب داشت جولی دیگه. گربه کلا خصلتش اینه که آب زیاد نمیخوره. جدی؟ آره آب زیاد نمیخوره. آب میدونم دوست ندارم. آره همینجوری که آب دوست نداره به بدنش بخوره، زیاد آبم نمیخوره. بعد از چه آبی بیشتر خوشش میاد گربه؟ از آب جاری. یعنی آبی که جاری باشه رو بیشتر دلش میخواد که هی بره آب بخوره. حالا ما چرا اصلا باید گربه‌مون رو ترغیب کنیم که بره آب بخوره؟ به خاطر غذاهاشونه. آفرین دقیقاً. چون اکثر کسایی که گربه دارن غذای خشک بهش میدن. غذای خشکم اینطوری تولید میشه که میان یه سری غذاها رو با هم ترکیب میکنن، یه سری مواد رو با هم ترکیب میکنن که خب این مرطوبه. بعد که به هم میچسبونن و شکلش میدن، کاملا اینا رو میذارن خشک میشه. و زمانی که گربه اینها رو میخوره باید خیلی آب بخوره. رفتیم بالا. باید خیلی آب بخوره. حالا اگر شما یه دونه ظرف آب داشته باشین تو خونه، فقط یه جای خونه ظرف آب داشته باشین و اون یه ظرف آب معمولی باشه، خب کمتر میخوره. حالا شما چطوری میتونین ترغیبش کنین که آب بیشتری بخوره؟ چند تا راه داره. یکی این که چند نقطه از خونه ظرف آب بذارین. راه دیگهش اینه که اون آبی که گذاشتین براش آب جاری باشه، یعنی حس جاری بودن بده بهش. اگر حس جاری بودن بده بهش، خب ترغیب میشه آب بیشتری بخوره.
این دستگاهی که تولید شده، حالا این مارک شیائومیه، مارکای دیگه هم هست تو بازار. دستگاهی که تولید شده این حس رو میده به گربه، یعنی یه فیلتر داره، شما آبو میریزی تو مخزنش و این آب مدام داره میاد میره و سیرکوله میشه و هی فیلتر میشه و چون جاریه و داره هی میاد و میره، گربه میبینه که این داره تکون میخوره، آب داره حرکت میکنه، ترغیب میشه آب بیشتری بخوره. حالا مثلا این اومده خب یه سری الان ما ظرف آب قبلیش هم دور نمیندازیم که میتونیم بذاریم جای دیگه از آره. حالا مثلا این اومده شیائومی اومده یه سری امکانات دیگه هم به کسایی که سرپرست پتن داده دیگه، مثلا فیلترش کثیف بشه نوتیفیکیشن بهت میده. بعد 2 تا حالت استفاده داره، تو میتونی تنظیم کنی که مدام این آب در چرخش باشه، میتونی تنظیم کنی که این آب تو اون کاسهش جمع بشه، هر ساعتی مثلا 10 دقیقه این آب بچرخه. که اون صدای آبه تو اون هر ساعتی 10 دقیقه بیاد تو همون بره آب بخوره گربه. این الان برق میخواد؟ آره باید به برق وصل کنیم. خب بچه‌ها ببینید اینا که چینی نوشته ما نمیفهمه. اینجا هم که عکس گربه است که یعنی برای گربه استفاده میشه، اینجا هم عکس سگه یعنی میتونیم برای سگ هم استفاده کنیم. اینم که عکس خود دستگاهش که الان باز می‌کنیم می‌بینیم. بعضی دستگاه رو من دیدم خیلی فانتزی بودن، این خیلی آره این شیک و مجلسی. این خیلی مینیمال و چیزه. خب این که دفترچه‌شه، همون دفترچه‌ای که هیچ وقت هیچ کس نمیخونه. حالا اینو می‌خوایم در بیاریم، اصل کاری اینجاست. بچه‌ها ببینیم چی خریدیم برای جولی. آره 2,750,000 یه چیزی هم بگم، مثلا الیاس خودش توضیح داد میتونین چند جای خونه ظرف آب بذاریم، ما این مشکل رو با چند تا ظرف دیگه میتونیم حل کنیم، ولی الیاس علاوه بر این که اون قضیه یه نمیدونم راحتی پت و کیفیت زندگی براش مهمه، خودش هم یه خورده خوره تکنولوژیه و یکی از دلایلش مطمئنم همینه. خدایی بگو نیست. خب چرا بچه اینو خب بچه ببینید اینو از بالا داری نشون میدی. آره خب ببینید این اون کاسه بالاشه که آب میاد جمع میشه. خب حالا من نمیدونم چیز دیگه ای داره یا نه، آب از اینجا میاد بیرون مثلا تا اینجاها مثل فواره میشه. حالا بعد که روشنش کردیم تو جاش هم میگیریم بهتون نشون میدیم. آره دیگه میگیریم. آره دیگه. آره. بعد آب میاد اینجا جمع میشه، همین جوری که آب داره میاد وقتی که زیاد میشه از این قسمت میره تو و میره فکر میکنم توی این مخزن اینجا که حالا ما باید اینو بازش کنیم. اینجوریه میاد میره توی این مخزنه. آها اینم فیلترشه. آره اینجا این فیلتر، اینا فیلترهای اضافیشه فکر میکنم. این که آداپتورشه. خیلی آداپتور خداییش با کیفیتی داره. نگاه کنین اینجا این فیلترشه، احتمالاً آب از اینجا میاد. آها اینجا فیلتره. اینجا دو تا فیلتر داره. این بزرگه میاد اینجا، اون یکی میاد میره این تو احتمالاً. حالا باید نگاه کنیم ببینیم. اینم که مخزن آبشه. خب آب میاد میره این تو، بعد اینم که اینجوری اینم میاد میره این تو. حالا این پلاستیک رو باید بازش کنیم. اینم میاد میره این تو، آب اینجوری میاد اینجا. بعد این از اینجا هم دوباره میره پایین دیگه. آره این سیرکوله شدن آبه اون حس تازگی رو به گربه میده. اینجا هم فکر کنم میتونی ببینی مخزن آب چقدر آب داره. آره این دکمه هاش چیه؟ اون احتمالاً مال همون چیزشه. البته این اپلیکیشن هم داره ها، یه اپلیکیشن داره باید رو گوشی نصب کنی، بعد یک سری امکاناتش رو با گوشی میتونی تنظیم کنی. بذار من اینم در بیارم. اینم از این اینجوری میاد اینجا، این اینجوری میاد اینجا، اینجوری میشه، این شکلی میشه. و این از این، اینم ظرف آبی که خریدیم. یه چیز دیگه هم ما گرفتیم که چقدر کوچولوه. شوخی نکن. خدا خیلی کوچیکه. بچه اینم ما گرفتیم چون جولی توی مگه اندازه نزده بود؟ نگاه نکردم. ظرف غذا خرید. خیلی هم گرون بود آخه، 270 خورده ای بود. بچه های گارفیشو حقیقتش اینو ما شاید پس بدیم بهتون. 295,000 تومان. 300,000 تومان خیلی کوچیکه. مطمئن درست فرستادن؟ شاید اشتباه فرستادن. آره شاید اشتباه فرستادن. حالا باید چیز کنیم.
بچه اینو ما گرفتیم. حالا من که نمیدونستم انقدر، من فکر کردم بزرگتره، چون جولی تو ظرف غذای خودش که غذا میخوره. اینو من شنیدم دیگه، نمیدونم علمیه یا نه، ولی خب تو فرستادی فکر کنم آره، پستشو یه برای من که ویدیویی این دیدم. خستگی سیبیل و فلان و اینا. میگن سیبیلاشون چون به کنارهای ظرف میخوره، وقتی تو ظرف گود غذا میخورن باعث میشه که خسته بشن، چون سیبیلاشون خیلی چیزای عصبای حساسی داره دیگه. بعد من چند وقت جولی مریض بود اصلا توی ظرف غذا نمیخورد، یعنی من فقط تو دست میگرفتم میخورد و الانم از این بشقابای میوه خوری گذاشتم براش آره. میخوره. اینو من گرفتم که خب اون داستانش حل بشه، زیاد گرد نبود و چون تو سایتشون نوشته بود که مخصوص گربه‌های پرشین سوپر فلت که خب زیاد گرد نباشه بتونن غذاشون رو بخورن. هندی هم هست ظاهرا، نوشته مید این ایندیا. استیله ولی خب خیلی کوچیکه. خیلی نازکه و خیلی کوچیکه. آره خیلی کوچیکه. اینو من زیاد خوشم نیومد ازش. محصول بعدی که گرفتیم خیلی ولی قیمتش بالا بود نسبت به چیزش. فکر کنم نگو اینم بچه من در بیارم همینجوری این شکلی براتون. قیمتش سری جدید دشتینگ فرمیناتور برای گربه موبلند سایز متوسط و بزرگ 2,250,000 تومان. به این میگن دشدینگ. دشتینگ دشدینگ پت بهش میگن. خب کارش چیه؟ ببینید ما الان بعد 1 سال که جولی رو داریم، رنگ موهاشو مثلا شما حالا هر چقدر همون ببرین، هر چقدر فلان کنین، احساس میکنی که حالت پرز گرفته بدنش. ما روزی 2 بار شونه میکنیم جولی رو. هر چقدر هم شما شونهش کنین، هر کارش بکنین، این حالت پرزی از بین نمیره. به خاطر موهای نمیره. مرده‌شونه که خب چون حجم موهاشون زیاده و موهاشون خیلی نرم و متراکمه، این موهای مرده خارج نمیشه و ریزش مو هم به شدت زیاده. یعنی گربه‌ها کلا ریزش مو دارن، ولی خب شما وقتی خودتون موهاتون بلنده خیلی بیشتر به چشم میاد ریزش موتون تا وقتی موهاتون کوتاهه. گربه‌های مو بلند و مو کوتاه هم این داستانو دارن. شرکت فرمیناتور که خب با همون مارکشو گرفتیم، اولین شرکتیه که این وسیله رو اختراع کرده. این کارش چیه؟ این ادعا میکنه که تا 90% میتونه اون موهای مرده رو از بین ببره. اینی که من گرفتم مال پتای مو بلنده که بالای 4.5 کیلو هن. البته جولی بالای 4.5 کیلو نیست، جولی 3.6 بود، ولی خب چون رو به رشته و نزدیک 4 کیلو بود دیگه من خودم ترجیح دادم که این بزرگه رو بگیریم. کوچیکش هم ارزون تر بود، 1.700. خیلی چیز به درد بخوریه برای کسایی که نمیخوان موهای پتشون رو کوتاه کنن. خیلی چیز به درد بخوره. حالا ما استفاده نکردیم هنوز، باز استفاده میکنیم. اون چیز آره استفاده میکنیم، باز اون چیزش هم بهتون میگیم، اون فیدبک بعدش هم بهتون میگیم. اینم بهتون بگم بچه‌ها، این چون مال خود شرکت فرمیناتوره انقدر گرونه، یعنی شما مثل این میتونین از برندهای دیگه بگیرین، حتی خود شیائومی هم ابزار دشدینگ داره و ارزون تر هم هست. فکر میکنم هولوش 1 تومنه. شما میتونین برین شیائومی بگیرین که ارزون تره و میتونین اصلا نگیرین. خیلی‌ها موهای پتشون رو میزنن، ما نزدیم و میخوایم از این استفاده کنیم. حالا فعلا اگه دیدیم که دیگه من دوست داشتم بزنم آره، حالا اگر دیدیم که دیگه جواب نداد میزنیم، ولی خب الان چون گفتیم که اگه جواب نداد میزنی. 2,900,000 پول دادی. 2,250,000 2,200 پول داده تازه اگه جواب نده میخواد بزنه. البته بچه من قیمت قبلی این 1,950,000 بود که تا روزی که من اومدم بخرم شد 2,250,000. لحظه میدازه. خب اینه ببینید. کاش جولی رو بیاری الان روش تست کنیم. این یک چیز داره اینجا، یک ارزم به حضورت که یک چیزی داره اینجا که این تو موهایی که توش گیر میکنه رو میتونی تخلیه کنی. جنسش خوبه، یه خورده سنگینه. آره. پلاستیکیه ولی مثلا انگار که خیلی پلاستیک با کیف. آره جنسش خداییش به نظر میرسه خیلی خوبه. البته این توی سایت گارفیشو 2 نوع داره، یک نوع قدیمی داره، یک نوع جدید داره. این نوع جدیدش گرونه، نوع قدیمیش مثلا این کناره ها رو نداره. خب شاید به پتتون مثلا یکم زخم بشه، ممکنه اگه یکم رعایت نکنید. این قفل این خالی تخلیه موش هم قفل نداره، یعنی باید فقط فشار بدین.
یه سری تغییرات. جولی بیارم روش تست کنی؟ بیار. جول؟ جولی یکم بچه با این چیز مشکل داره. مطمئنی اونجوری باید بکشی؟ ببین آره دیگه همینجوریه، اونم همینجوری. البته گفتش که مثلا توی چیز میگم نگاه کن، گفت قبلش حتما خیلی محکم نکش، گفت قبلش حتما یک بار با چیز شونه کنین، با گره باز کن، یه موقع گره چیزی نداشته باشه. داره میکنه یه چیزی رو قفلشم که شکلی کار میکنه. چقدر باید بکشی؟ همه بدنش باید بزنی دیگه. خب نه زیر چقدر اصلا دستاش. باید بکشی مثلا اینجور رو بدنش تا اون همه ماش در بیاد؟ دیگه باید بکشی، انقدر بکشی تا در بیاد همش. چیزی که توضیح داده اینجا ببینید، گفته هفتگی استفاده کنین، یعنی این مثل برسش نیستش که هر روز بخواین استفاده کنین. اینو باید حالا یا اگر اولش هفته یه بار، اگه زیاد مو نمیریزه میتونین مثلا هر 2 هفته یه بار استفاده کنین. مو شدم. بچه‌ها کادو فرستادم برام. عشقم فکر کردی چی خریدی؟ فکر کردم اون چیزا پرزگیره رو خریدم. پرزگیر می‌خواستی بخری؟ آره اون پرزگیره که پرزگیر فرش بود. بچه‌ها کادو فرستادم. اسنیکرز. اینو برای خودمونم. اسنیکرز بخوریم. دلم ضعف افتاد. اینا رفتن از چیز گرفتن، از بندرانزلی گرفتن. از کجا می‌دونی؟ من خود پیجشون رو دارم دیگه، دارم نگاه میکنم. یک بار رفتن گفتن داریم میریم بندرانزلی براتون کادو بگیریم. هر کی خرید میکنه براشون کادو بگیریم. خلاصه که بچه‌ها اینجوری اینا رو ما خریدیم. ما تو خرید بعدیمون احتمالاً یه ظرف خاک که خیلی نه ظرف خاک نمیخریم. یه ظرف خاک می‌خوایم بگیریم براش که ایناس میخواد بخره و ولی نمیخریم. یه دونه از این متایی که جلوی ظرف خاک میذارن که وقتی میاد بیرون من جارو میکنم، من تمیز میکنم، من مشکلی ندارم. خاکاش میره توی اون مته که دیگه تو خونه نریزه. یه سری چیزای دیگه هم دارن که حالا اگه گرفتیم بعد باز براتون آنباکسشون میکنم. خب الان از امیدوارم که تونسته باشم قانعتون کرده باشم که الان داشتین که برای گربه‌های موکوتا که اصلا هیچی، فقط برای مو. چرا داشتین برای گربه‌های موکوتا هم هست. خب گربه‌های اصلا مخصوص این الان نوشته روش لانگ هیر، اون یکی نوشته شورت هیر. مگه گربه‌های موکوتا کوتاه فکر کردید موهاشون نمیریزه؟ اونقدر نمیریزه. بالاخره موی مرده دارن دیگه. اون دشتینگ میاد چیکار میکنه؟ میاد اون موهای مردهشو جدا میکنه. فرقی نداره حالا میخواد موی کوتاه باشه یا موی بلند باشه. غذاشو دشتینگش به نظر من جزء واجبا بود. اون دوتای دیگه اینجوریه که شما میتونین بگیرین میتونین نگیرین. دشتینگ هم اگه شما ببرین اصلاح لازم نیست. آره. ولی حتی همین دشتینگ هم یه جوری برای زیباییه، یعنی باعث بیماری خاص اگه نداشته باشن نمیشه دیگه. شونه تو میزنی گره نخوره اوکیه دیگه، درسته؟ یه جورایی برای زیبایی دیگه سلامت هم حساب میشه دیگه. شما تو تابستون وقتی هوا گرمه میای موهای مردهشو جمع میکنی، یه جورایی سلامت هم حساب میشه. ولی خب به نظرم اونقدر واجب نیستش. نه اونقدر واجب نیست. غذاش به نظر من از همه چیز سر. ببینین الان توی همه اینا که ما گرفتیم همین غذا فقط واجب بود. بقیه چیزا فقط توی کیفیت زندگی تاثیر میذاره. مثلا اینکه شما مثلا 206 سوار بشی یا لکسوس سوار بشی، هر دوتاش راه میره، هر دوتاش کارتو راه میندازه. با جولی توی شورتا یک از این ویدیوهای تیک تاکی گذاشته بودم دام اسمش، بعد یکی اومد نوشته همین گربه بهتر از ما زندگی میکنه. واقعا از ما هم بهتر زندگی میکنه. نه بابا یه دو تا وسیله براش داشت. خیلی خوب، دست شما درد نکنه که این ویدیو رو دیدین. اینم جولی زشت کده. جولی بریم دشتیم جولی بازی. بچه‌ها خیلی کثیف شده این مدت. هی آره چون هی مثلا زیر گلوش و صورتشو مجبورم بشورم، خب مثلا آب میریزه رو دست و پاش کثیف میشه دیگه. ولی خب نمیتونم هم هر روز همه بدنشو بشورم، واقعا مریض میشه، بدنش ضعیف میشه، استرس میگیره. بعدش هم مثلا نمیذاره سشوار بکشیم و واقعا مریض میشه. همین سرش هم که میشورم واقعا ناراحت میشم تا خوش بشه. خلاصه که اینم از یک آنباکس دیگه با جولی خانوم و باباشون. ما بریم اینا رو امتحان کنیم. شما هم حالا توی این ویدیو نمیذارم چون خیلی توضیحات طولانی بود، فکر کنم حوصله سربر میشه، ولی ویدیوهای شورت میذارم توی چنل، شورت هایی که مثلا همین دستگاه و دشتینگ و اینا رو تست کنیم. که این ویدیو رو دیدین لایک و کامنت و سابسکرایب یادتون نشه.
مرسی که همراه ما بودید. زنگوله رو بزنین، زنگوله رو بزنین که هر ویدیو جدیدی اومد یا شورت جدیدی اومد براتون بیاد. مرسی که همراه ما بودید. خدا نگهدار. خدا خدا نگهدار. خدا